بدبخت شدیم روز عیدی. مامان چرا هرچی بدبختی برای خودمون نداره؟ نمیدونم پسرم، خدا خودش بهتر میدونه. مامان مگه اصلا خدا ما رو میبینه؟ ببین چی داخلشه. چی نوشته داخلش؟ کو بده من. دل لعنتی، مگه قرار نشد پارو بدبختر از خودمون نذاریم؟ قرار شد از 2 تا پولدار بزنیم که حقمونو خوردن. من چه میدونم بابا، یارو خودش گفت از تو طلا فروشی اومده بیرون. اشتباه کردیم محمد، اشتباه. میدونی آبجی، من تا الان به کسی خوبی نکرده بودم، ولی درد نداری و خوب میفهمم. یه وقتایی خدا از جایی بهت میرسونه که فکرش هم نمی کنی. این ساعت قدیمی تنها چیز با ارزشی بود که داشتم. امیدوارم قبولش کنی. نترس، حلاله.